سلام دوستان، روزتون بخیر. من میخواستم راجع به یک موضوع خیلی مهم باهاتون صحبت بکنم. اینو خیلی جدی بگیرید در پروسه مهاجرتتون و اونم موضوع صبر و تاب‌آوری هست. اگر فرد صبوری نیستید، اگر تحمل حرکت آهسته و پیوسته رو ندارید، دو تا راه دارید: یا کمک بگیرید از تراپیست ها و مشاورهای مربوطه و در واقع دارای دانش در این زمینه، یا در تصمیمتون برای مهاجرت تجدید نظر کنید. خیلی رک و شفاف. ما اینجا کلی مهاجری داریم که با تصورات در واقع غیر واقعی اومدن، میزان صبر پایینی دارن، دچار حمله‌های اضطرابی و استرسی میشن اگر که به یک هدفی که در ذهنشون در واقع طراحی کرده بودن نرسیدن و دچار مشکلات زیادی میشن. مهاجرت یک حرکت آهسته و پیوسته است. شما گام به گام باید برید جلو. خیلی موارد معدود هست که فرد بابت به ورودش همه موارد مربوط به زندگی، شغل، زبان، کالچر رو در واقع میتونه خیلی سریع حل بکنه و زندگی روتین بشه چقدر عالی. اما اکثریت افرادی که مهاجرت میکنن و در واقع هدفمند نیستن خیلی دچار استرس میشن. به چه معنا؟ اینکه شما اگر برای خودتون هدفهای خرد نذاشته باشید، اگر از ایران با آمادگی نیومده باشید، اینجا برای شما جای مناسبی نیستش. شما باید در کانادا با صبر و تحمل بسیار زیادی اهداف خودتون رو دنبال بکنید و گام‌های کوچیک برای خودتون تعریف بکنید، شبیه یک جاده بلندی که هر استپش میتونه یک موفقیت در نظر گرفته بشه. بعضی هم که بهش دست پیدا میکنید میتونید اونو جشن بگیرید. ایستگاه اول، ایستگاه دوم میشه شبیه جاده یا کوه در نظرش گرفت. اینکه ایستگاه‌های مختلفی داره. شما برای رسیدن به موفقیت در حین حرکت همچنان میتونید از میزان رشد و تغییر خودتون لذت ببرید، در عین حال تو این ایستگاه‌ها یه نفسی تازه کنید و حرکتتون رو ادامه بدید. مهاجرت هم دقیقاً همینه. چه از زمانی که تصمیم میگیرید بیاید به خاک کشور مقصد برسید و چه زمانی که میرسید مستلزم صبوری‌های بسیاره و گام‌های تعریف شده و هدفمندی که بهش متعهد باشید. متعهد بودن در مسیر مهاجرت خیلی بهتون کمک میکنه که این مسیر رو با موفقیت به انتها برسونید. بله دوستان، دنیا درگیر تورم هست، درگیر مسائل اقتصادی هست. خیلی از کشورها، به نوعی تمام کشورها درگیر یه سری مسائلی شدن بعد از کووید که داره کمرنگ و کمرنگتر میشه. بعضی از کشورها استراتژی اتخاذ کردن، مثل کانادا کاهش در واقع نرخ بهره بانکی داره کمک میکنه به فضای اقتصاد کانادا. هنوزم پیش بینی میشه که این کاهش باید بیشتر اتفاق بیفته تا رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی رو بتونیم تجربه بکنیم. هنوز در مسیر هستیم و خب خیلی منتقد سیستمن چون صبر ندارن، خیلی منتقدن چون پیش بینی نکردن که قراره در واقع وقتی رسیدن به کشور مقصد، حالا کاناداست یا اروپا یا هر کشوری، اصلا مهم نیست. این یک حرف کاملا کلیه، یک توصیه کاملا دوستانه است که شما بعد از رسیدن به مقصد هر کشوری نیازمند برنامه‌ریزی هستید و صبوری کردن و متعهد بودن به برنامه. در این مورد بیشتر با هم صحبت میکنیم چون خیلی مهمه. میشه گفت بزرگترین سرمایه‌ای که شما از ایران با خودتون میارید. روی صحبتم با تمام فارسی زبانان عزیز هست: صبر شماست، تاب‌آوری شماست. پول خیلی کمکتون میکنه، صبر بیشتر. موفق